برای محاسبه نقشه شی از تین، 3D آنالیز و سرفیس آنالیز اسلوب. اینپوت سرفیس ما تینه. برای محاسبه شی به درصد پرسنت، زد فاکتور 1، آتپوت سل سایز 5. دلیل اینکه چرا 1 و 5 باشه در کتاب ArcGIS آوردمش. آتپوت رستر یک مسیر و یک نام دلخواه در درایو سی اسکمپ لایرز به نام اسلوب underline PCT مخفف پرسنتج سیو اوکی. لایه شیب محاسبه میشه. برای کلاس بندی لایه شیب 3D آنالیز کلاسیفای 7 کلاس رو ما در نظر گرفتیم در کتاب آمده و اینجا آپر باند رو تعریف میکنیم 5 8 12 20 30 60 و بیشتر از 60. اوکی. چک میکنم کارو. این نیو ولیو همون کلاس جدید ماست. یک نام و یک مسیر اسلوب کلاس سیو اوکی. محاسبه میشه. نقشه کلاس بندی شیه برای حذف واحدهای اضافه همونگونه در کتاب الویس هم آمده. در کتاب ArcGIS هم من اشاره کردم از فیلتر ماجوریتی استفاده میکنیم. بدین منظور آرک تول باکس من فعال میکنم. در قسمت اسپیشال آنالیز، جنرالیزیشن و ماجوریتی فیلتر اسلوب کلاس رو انتخاب میکنم. یک نام دلخواه، مسیر دلخواه، ما ایت انتخاب میکنم، فیلتر ماجوریتی اوکی. پروسه حذف پیکسل های اضافه. این کلاس ها شما تیک بزنید که بعد از اتمام پروژه این کادره بسته بشه. اسلوب ام جی مون تهیه میشه. این فرآیند مثل همون فرآیندی هستش که در کتاب الویس آمده، حذف پیکسل های اضافه.